در حالی که مذاکرات میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در ژنو پشت درهای بسته در جریان است، جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد که واشنگتن اجازه نمی‌دهد که تهران سلاح هسته‌ای داشته باشد و ای افزود که امیدوار است که ایران با امتیازهای معنادار به پای میز مذاکره برگشته باشد. نمی شود اجازه داد دیوانه‌ترین و بدترین رژیم جهان به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. امیدوارم ایرانی ها در مذاکرات این موضوع را جدی بگیرند، وگرنه ترامپ گزینه‌های دیگری در اختیار دارد. از سوی دیگر، نیویورک پست گزارش داده که ارتش ایالات متحده جنگنده‌های F-22 رپتور را با ارزش 4 میلیارد دلار برای گسترش حضور نظامیش در منطقه در پایگاه نیروی هوایی اسرائیل مستقر کرده است. این در حالی است که مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، در گفتگو با خبرنگاران گفته که تهران در حال حاضر تلاش دارد تا به موشک‌های قاره‌پیما دست یابد و ای افزود که جمهوری اسلامی سلاح در اختیار دارد که می‌تواند به بخشی از اروپا برسد و این غیر قابل قبول است. آنها در تلاشند به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما دست یابند. آنها در مسیر قرار دارند که روز بتوانند سلاح‌های توسعه دهند که قادر باشد به خاک اصلی ایالات متحده برسد. آنها در همین لحظه که صحبت می‌کنیم، سلاح‌هایی در اختیار دارند که می‌توانند به بخش بزرگ از اروپا برسد. در همین حال، رسانه‌های ایرانی گزارش دادند که ارتش ایران سکوی موشک‌های خود در نزدیکی مرز عراق مستقر کرده است. با این حال، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایندیانا تودی گفته است که تهران هرگز از حق صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای نمی‌گذرد. حاضریم همه پرسش ها را جواب داده و نگرانی ها را برطرف کنیم و اما حاضر نیستیم از حقمان برای استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای بگذریم. این موقف ماست. با این همه، گفتگوهای پشت پرده میان واشنگتن و تهران در جریان است و همزمان دو طرف در حال تقویت تجهیزات جنگی خود هستند. دیده شود آیا مذاکرات تاثیرگذار خواهد بود یا به جنگ تمام عیار در منطقه می انجامد.